سلام رفقا، شاهین هستم. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. یه سویچ داریم 35 60G سری گیگ هستش، 24 پورت PoE یا همون پاور اوور اترنت که میتونه از طریق کابل شبکه دور نیامد بستمون یا دیوایس های دیگر رو روشن کنه. این دستگاه متاسفانه روشن نمیشه. ما کابلش هم تست کردیم، عوض کردیم، کابل بدون مشکله، ولی متاسفانه دستگاه روشن نمیشه و کامل مرده. بریم ببینیم چه میتونیم بکنیم. مشخصه که این دستگاه قبلا باز شده و فکر کنم بارها هم تعمیر شده. کیشویی هستش. به چقدر تمیزه آجی. سویچ همینه دیگه، چون 24 روشنه و در شرایط بدی ازش نگهداری میشه. بعد نمیدونم شاید 10 سال هم قدمت داشته باشه، کمتر بیشتر. دوستان وقتی دستگاه روشن نمیشه، من اینو بارها گفتم توی ویدیوها، که ویدیو تعمیر ریسیور هم داشتیم ما در گذشته، معمولا از برد پاور یا برد منبع تغذیه هستش. ولی وقتی روشن میشه و ایرادات عجیب غریب داره یا بالا نمیاد، هنگ میکنه، ریست میشه، میتونه از برد لاجیکال یا برد منطقیش باشه که باید باز میگن بررسی شه. ولی وقتی روشن نمیشه از اینه دیگه، توی 90%، حالا اون 10% هم میگیم که چیزای عجیب غریب، چون تو کامپیوتر زیاد پیش میاد و تو علم الکترونیک و کامپیوتر سلام میگه. پاور و منبع تغذیه داخل دستگاه هستش و 220 ولت شهر وارد میشه. قسمت خطرناکی هستش و اینکه ممکنه حتی اگه کامل خازن‌ها شارژ باشن، خازن‌هایی که ولتاژ بالایی دارن، چیز خیلی خطرناکی میتونه باشه برای انسان. برای همین منبع تغذیه‌های های ولتاژ شوخی ندارم با کسی، برای همین این کابل‌ها میذارن که این دست کسی نخوره و یه حالت محافظ باشه دیگه، فقط هم برای دست نیست. چقدر خاک روی این برد. چقدر خاکه و چه برد پیچیده ای هم داره.
یا همه جا رو به گند کشیدم من سر اینکه تنبلی کردم برم بیرون. یه خازنی اینجا هست، یه مقدار برآمدگی داره. تنها چیزی که با چشمم دیدم در حال حاضر اینه، یه کوچولو هم برآمدگی بیشتر نداره. خیلی برده پیچیده و شلوغ پلوغی داره واقعا. ایبیابی این کار یه سیسکو کاره و یا یه الکترونیک کار ماهر. دوستان من داشتم دوباره برد رو بررسی میکردم، یه نکته‌ای توجهمو جلب کرد. اینجا رو ببینید، ذوب شده کلا یکی از پایه‌اش، جریان کشی کرده و حالا یا هر دلیل دیگه‌ای باعث گرم شدن یکی از پایه‌ها و قطع شدنش شده و پلاستیک دورش هم کامل ذوب شده. این میتونه ناشی از اضافه ولتاژ، نوسان برق و نبود محافظ یا UPS معمولا این مشکلات رو پیش میاره. خب ما چاره جز تعویض این نداریم، که ندارم الان قطعشو باید گیر بیارم و ببینیم چیه داست. خیلی از اینا هم چسبیده. پایه‌اش اذیت کرد و مثل این جلویی ها یکیشو خارج کردم، یکیش مونده و هرچی با استفاده از فیلم قلکش پمپی و نمیدونم تغییر نوک هویه و البته نوک هویه هم این وسط خراب شد که این البته تقصیر خودمه دیگه، اینو خودم خیلی فشار دادم، اینجوری نباید استفاده کنی شما، این تقصیر خودم بود. و حالا هویه هم واسه که فایده نداشت دیگه خسته شدم واقعیتش. هیتر رو گذاشتم رو 500، خمیر فلاکسی یا هم روغن فلاکس میزنیم که PCB نسوزه و با هیتر میگیریم و قلکش پمپی میزنیم دیگه، یا هم با هیتر میگیریم و اون قطعی که میخوایم رو در میاریم. دیگه واقعا خستم کرد دیگه، هرچی ما قل اضافه کردیم نمیدونم با قلکش زدیم، سیم قلکش زدیم، بعضی وقتا واقعا خارج نمیشه. فکر میکنم هویت خواهم نکش رو تمیز کنم. خب دوستان میبینید که باز شد دیگه. حالا با این نوک هویه خرابه اونم پایه هاش رو صاف میکنیم. داغه. یه مقدارش هنوز مونده. این AC سوکتش بزرگه، یعنی مثلا یه خازن بود شما میگرفتی و راحت به اونور با پنسی حالا سیمچینی هم برده از هر چی میکشیدیش بیرون. الان
تعادل ندارم بخوام این کارو بکنم. بیچارمون کرده. جا زدنش اونقدر سخت نیست، در آوردن این قطعات معمولا یه مقدار سخت تره. نه که حالا کار سختی باشه، یه ذره آدم اذیت میشه دیگه. اگه مثلا هیتر نداشته باشی بعضی موقع واقعا نمیشه. تو با هویه هر چقدر بیای غل اضافه کنی، واسیم قلکش پمپی هم بکنی، بخوای جدا کنی، بعضی موقع نمیشه. یا مثلا بعضی موقع میشه مثلا من هی میای فشار میاری به نوک هویت هم اینجوری میشه. باید بری نوکش عوض کنی دیگه. فشار بیاری اینجوری میشه. خب ما اینو با بنزین زیپو تمیز میکنیم. بنزین زیپو ای گرونه، کلیپر بگیرید، کلیپر گرونه. خب چیزا میتونید بگید تینر 10000 20000 نه. تینر 10000 هم اوکیه برای تمیز کردن. 20000 ولی اذیت میکنه، داستان داره. ممکنه آسیب بزنه. بعد پایه‌هاش هم یه مقدار کج بود. یعنی کج لعیم کرده بودن، آورده بودن بیرون. کجش کرده بودن بعد از لعیم. حالا برای مقاومت بیشتر یا هر چی یه ذره بیشتر هم همون سرمون داستان ما رو اذیت کرد. خب هیتر رو خاموش میکنم. خب البته این ویدیو رو ما تو چند پارت گرفتیم چون قطعاتش من نداشتم، قطعاتش برسه عوض میکنیم. یه دونه آیسی ماسفت یا یه ترانزیستور ماسفت هم اینجا من برداشتم انداختم روی سویچ دیگه و اونم تعمیر کردم. حالا ماسفت اینم گرفتم، ماسفتش هم بذاریم. یه خازن معیوبم اینجا من دارم میبینم یه مقدار باد کرده، برآمدگی داره یه مقدار، اونم عوض بکنیم و ان شاءالله دیگه روشن میشه دیگه. اینا هم راستی با چون چسبیده بود به ایسی سوکتمون، چسب سیلیکون اگه اشتباه نکنم، با کاتر یا چاقو جراحی هر چی اسمش هست گوشهاشو بریدم که اینا اجازه بدن ایسی سوکت ما خارج بشه. رفقا این خازن معیوبم در آوردیم، روش نوشته 100 میکروفاراد 35 ولت. مولتیمترمون رو میذاریم روی تست خازن و تست میگیریم دیگه، پایه منفی رو پایه منفی و مثبت هم رو مثبت. باید 100 میکروفاراد یا حدودی یه مقدار بالا پایین هم مهم نیست و به ما نشون بده. چند داره نشون میده؟ 29 میکروفاراد. اگه حالا 110 بود، نمیدونم 90 بود، 80 بود یه چیزی، ولی اینقدر تفاوت یعنی اینکه این خازن خرابه و همونطور هم که گفتم از کاملا از برآمدگی روش یه مقدار مشخص بود. ببینید از این دور و با خازن سالم جایگزین می‌کنم. حالا اصلا ببینم من یه بار اینو می‌ذارم تو چیز. خازن 100 میکروفارادی 35 ولتی ندارم، 125 ولتی دارم، ولی اینا یه تست بگیریم با هم شما ببینید. باز همون 100 میکروفاراده. ببینید باید چه عددی نشون بده. پایه مثبت منفی هم بذاریم. ببینید 109 میکروفاراد، یعنی اینکه این خازن هم درست. معمولا میگن مقدار خازن رو همون بندازید ولتاژ ذره بالاتر بشه، مهم نیست، ولی ندارم 35 ولت. 100 میکروفاراد 35 ولتی ندارم متاسفانه. خب رفقا خازن رو در بردیم، این ابزارهای اضافی هم رسید. البته خب استوک دیگه طبیعی هم هست، اینا جایی پیدا نمیشه. این خود قبلیش بوده که ترکیده. ترانزیستور رو هم گرفتم، همون ماسفت برد با بنزین با یا تینر 10000 جای فلکس ها رو پاک بکنیم واقعا رایمون رو.
خازنرم خارج کردم. متاسفانه 100 میکروفاراد 25 ولتی دارم که ولتاژ رو باید همیشه شما بیشتر بندازی یا اینکه همونو بندازی. پایین‌تر بندازی خطرناکه، ممکنه بترکه خازن و یا هر مشکل دیگه پیش بیاد. البته موارد استثنایی هم وجود داره که پایین‌تر بندازی مشکلی ایجاد نمیکنه. فعلا کاری نداریم چون من این بورد رو نمیشناسم. ترجیح میدم ظرفیت بالاتر بندازم، 330 میکروفاراد و همون 35 ولت خودش رو بندازم، ببینیم کار میکنه یا خیر. خازن رو جا میندازیم. این خازن پولاریته هستن، یعنی قطب مثبت و منفی دارن. گر رو بورد خودتون نگاه کنید و بندازید. من دیگه نمیخوام بورد رو کثیف کنم، روغن لیمو به نوک اوبی هم میزنم. حالا این کارشو انجام میدم. خب البته دوستان شما هیچ موقع این هیتر استفاده نکنید مگه مجبور بشید. ببینید از رنگ بورد منم عوض کرد با اینکه کلی روغنم زدم، ولی دیگه چاره‌ای نداشت. پایه ها رو باید جا بندازیم. داره صافشون کنم. پنج تا پایه داره. پایه ها رو جا انداختیم. الان قشنگ محکم میکنیم. شروع میکنیم عملیات لیمکاری رو انجام دادن. چون دیگه نمیخوام بردم کثیف بشه، روغن رو همین نوک اوبیه میزنم. خب بریم سراغ ماسفتمون. هیتر رو روشن میکنم، درجه بادش رو کم میکنم، دماش هم میذارم هم حدود 300-400. ذره فلاکس میزنیم، پایه ها رو نسوزونه، درجه باد رو کم میکنم. هیت میدم یه ذره که این فلاکس آب شه. جهت آیسی رو درست میکنم.
پنز درستابی برمیدارم و آیسی رو سر جاش میذارم. خب برای همینه که میگم بذار استفاده هیتر اینجا حساسه. حواسم نبود، دستم لرزید که مقاومت ها جا گرفتم، با پنز آروم زدم، دوباره برگشت سر جاش. مراقب باشین دوستان دیگه، این لرزش دستم برای ما داستان میشه از این موقع. این بود جابجا شده بود، دوباره برگشت سر جاش. آیسی هم سفت و محکم سر جاش. ترانزیستور ماسفتمون چیزی که من میبینم، پایه‌هاش هم به درستی سر جاش. بریم وصلش کنیم که ببینیم روشن میشه. گذاشتیم سر جاش، سیماش رو وصل کردیم، کابل روش هم میذاریم. دوستان اون منبع تغذیه هایی که برق مستقیم AC بهشون وصل میشه و بعد خروجی DC میدن به مدار، اصلا شوخی نداشته باشید، اصلا شوخی ندارم. با کسی اگه کابل چیزی داره حتما روش بذارید. و بارها شده من توی تعمیر منابع تغذیه کامپیوترم یه منبع تغذیه بود مشکل داشت، من اومدم همینجوری بی احتیاطی کردم زدم به برق با در باز، یه خازن پرید درجا ترکید. حالا خدا رو شکر سر صورتمون نخورد. مراقب باشید دیگه. ولی مدارهای دیسی مشکلی ندارن، خطرناک نیست. کلا برق دیسی زیاد برای انسان خطرناک نیست. ایسیه که خیلی ترسناکه. همیشه هم ابتدا اتصال به دستگاه رو برقرار کنید و بعد به پریز برق. بخاطر اینکه شما وقتی اینو به پریز برق می‌زنید بخواید اتصالش رو صفر کنید، ممکنه اتصالی کوچیکی هم رخ بده. دیدید بعضی موقع صدا جرقه میاد، اینجوری بهتره. میذارم اینجا به دستگاه، بعد با خیال راحت میکنم تو پریز برق. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دستگاه روشن شد. دستگاه روشن شد. ببینیم بالا هم میاد یا خیر. پیچاشو ببندیم. اینجا عقب گذاشته بودم، چند وقت پیش باز کردم. دستام هم خیلی میلرزه اصلا، نمیدونم چم شده. اگه راه روشی دارید برای جلوگیری از لرزش دست، استقبال میکنم با موردش. یه پیچ نمیتونیم ببندیم. الکی هم بندازیم گردن خدمت سربازی. بعد سربازی اینجوری شدم. خب البته سربازی که اذیت هم کرد خیلی، ولی کلا از قبل لرزش دست داشت.
یادش بخیر یه سابکار داشتیم قبلا، مرد خوبی بود. خاک میدید اینجوری میکرد، نمیدونم دوست داشت خاکو با دستش پاک کنه. منم فکر کنم دیگه از اون یاد گرفتم. این سویچ هم تو بازار استوکش نوعش که بعید میدونم باشه، اصلا نوعش هم ایران تحریمه، بعید میدونم وارد کنم مگه قاچاقی یا هرچی. حدود 20 میلیونی فکر کنم قیمت داشته باشه استوکش. سویچ های سیسکو سویچ های بسیار خوب با دوام میان. الان این سویچ که میبینی شما مثلا خراب شده، البته چند وقت پیشم یه سویچ دیگه خراب شده اونم تعمیر کردم، همون ترانزیستوری که اینجا الان نبود و گذاشته بودم روی اون این ترانزیستورش سوخته بود، ماسفته. فکر کنم نزدیک به 10 سالی هست که روشنن دارن کار میکنن و بعد 10 سال اینجوری شده، شاید بیشتر کمتر، دقیق نمیدونم. خب بزنم به برق. فنش هم اوکیه، بذاریم بیاد بالا. یه دستگاهی من بهش وصل بکنم ببینم چراغش ابتدا نارنجی سپس سبز میشه یا خیر. یه DVR دارم وصلش کنم دیگه با چراغش روشن شه. هارد این DVR مونم ترکیده. خب الان نارنجی شد، من این رو جدا کنم. نارنجی و بعد باید سبز چشمک زن بشه. میبینید که دستگاه بدون مشکل داره کار میکنه و اتصالش برقرار شد به سویچ. حالا من پسورد این دستگاه رو ندارم، میگم تو انبار افتاده بود و خراب شده بود. حالا باید کابل کنسول رو بیاریم و حالا دیگه میره برای ویدیوهای بعدی دیگه. پسوردش هم ریست بکنیم و دسترسی پیدا کنیم به تنظیماتش. دوستان واقعا درست کردن این ویدیو سخت بود، شاید 1-2 هفته طول کشید تا قطعات برسه و موارد دیگه. ممنون میشم اگه لذت بردید ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید. آقا خیلی مخلصیم.